سرباخ خیلی خوش اومد. امروز اومدیم با اولین ویدیو چنل من توی کوسنگی اومدیم قایم میشه گذاشتم. با ماشین میام اومدیم با هیچ کدوم هیچ بهم توضیح نداد که واقعا چی قضیه. هیچ کدوم چه نمیدونن چی به چی اینجوری آوردم میگم دو چرخه بیاریم. توی کوسنگی قراره یک دو لال شد با دو چرخه توی کوسنگی قراره قایم موشک بازی کنیم. بعد توی مسیر حق دارین قایم بشین، نمیتونین برین جای تانک ها ایناها، همه اونجا خیلی سوراخ سنبه داره، پیداتون نمیکنن. هر شخصی هم 5 دقیقه وقت داره تا پیداتون کنه و شما 2 دقیقه وقت قایم میشین. پلن پولون پلیش شما 2 دقیقه وقت دارین قایم میشین. یه لحظه اینو بگی تو این حرف بزن. از اون ورش کن داشت، از اون ور سراتر. خب 5 دقیقه وقت دارین قایم، کسی که گرگ میشه شما رو پیدا کنه و 2 دقیقه وقت دارین قایم بشین. هر کسی من خودش ویدیو میگیره، درست ویدیو نگیرین دوباره میگیره. بخش پلن پولون پلیش 1 2 3. نباید بگی پلن پولون پلیش؟ نمیدونم. 1 2 3 کاغذ قیچ تا گار شدی بدبخت بیچاره. بله 5 دقیقه وقت داری ما رو پیدا کنی. گوشیامون الان ما کوک میکنیم اوکی، و موقع استارت و رفتنمون اونا رو میذاریم رو استارت. ما 2 دقیقه داریم فرار کنیم. تو هم بعد اون 2 دقیقه که گوشی زنگش خورد 5 دقیقه تو استارت میزنیم میای دنبال ما. هم 5 دقیقه رو میندازیم اوکی. برام 5 دقیقه نه الان 2 دقیقه بنداز، بعدش باز دوباره 5 دقیقه بنداز. آره 7 دقیقه دیگه. نه سر 2 دقیقه بعد بفهمی که ما مثلا مهلت داشتیم قایم بشیم و تو حرکت هم میتونیم باشیم. بعد 5 دقیقه مهلت دارم تو رو بیام پیدا کنم. آره بعد 2 دقیقه بیا دنبال. اینجا تو نیم ساعت میزنن چجوری به 5 دقیقه تو رو پیدا کنم؟ خب ما نمیتونیم دور بشیم. من 2 دقیقه بیشتر 2 دقیقه وقت داریم. و آره 2 دقیقه رو بزن تو، بعدش 5 دقیقه رو بزن بیا دنبالمون. هر کی چه کنه اسکرین رکوردر میگیریم میذارم کنار دوربین رو. تو هم استارت بزن منم میزنم. نگاه نکن. بنده گرگ شدم و گرگ که نه دیگه شدم دیده خودم تو نمیدونم و قراره که اینا 2 دقیقه برن قایم شن. منم 5 دقیقه مهلت دارم پیداشون کنم. اینو شاید بتونم بگیرم ولی اینو نه. نیما نری بالا، خیلی خوله واقعا. مسیر دو شاخه در حال حرکت هم میتونیم بله. باشیم. اوکی من اینو برگردم بزن بریم شروع کنیم. باشه 2 دقیقه الان خوردم امیدوارم خوب ویدیو بگیرم. یا اول پسندم سنگینه. بیان فقط تو مسیر دو شاخه حق داریم باشیم و اینکه امیدوارم ویدیو گرفته باشیم. بیان اینم نیما بیا بچه‌ها. خب ما الان داریم از دست حسین فرار میکنیم، امیدوارم که پیدامون نکنه. من و پاسا قرار گذاشتیم که با هم بریم. بچه‌ها از ما الان داریم فرار میکنیم. حسین از اونجا رفت برعکس ما داریم برعکس حسین. بریم ببینیم که چی میشه. الان که داریم میدیم یه توضیح بدم. به اینجا میگن پارک کوسنگی. اینجا یکی از زمینای چمنشه و این گله‌ای که تو تصویر میبینید بهش میگن کوه سنگی. چرا؟ چون تشکیل شده از سنگ. و این ورم ما یه دونه دریاچه داریم که الان من تایم ندارم برم نشونتون بدم، ولی دریاچه خیلی قشنگه. آخر ویدیو به احتمال زیاد اگه حوصله داشته باشم میرم واسهتون میندازم. اینجا که دارن فوتبال بازی میکنن و هیچی. یکم ویدیو بگیریم، یکم کیفیت کمه، دوربین کثیف است. بچه‌ها من اینجا کوسنگیه. گفتیم میتونیم تو مسیر دو شاخه باشیم و به نظرم ما یه جایی برای قایم شیم آجی نتونه ما رو ببینه. نه هنو بریم تا تایمر نخورده. هنو بریم. بیا و موقع گشتن ما میتونیم متحرک بشیم اوکی. بزنم بریم آجی. خب بچه‌ها قبل از اینکه مسابقه شروع بشه میخوام بهتون آموزش دوچرخه سواری بدم.
اینی که اینور میبینین دنده جلویی که شامل 3 تا 4 تایه و این هم ترمز جلویه و این دسته این چرخه لاستیک اینور ترمز و دنده های عقب. و حالا تو این 2 دقیقه که دارم فیلم میگیرم اینا باید فرار کنن. اون تیمی که اون طرف فکر نکنم بیفته ادیتور تو تصویر بنداز. منم دارم همینجا باید وایسم تا ویدیو شروع بشه. و بچه واسه اونایی که توی مشهد نیستن یه توضیح بدم. اینجا میگن پارک کوسنگی. اینجا یکی از زمینای چمنشه و این گله‌ای که تو تصویر میبینین بهش میگن کوه سنگی. چرا؟ چون تشکیل شده از سنگه. و این ورم ما یه دونه دریاچه داریم که الان من تایم ندارم برم نشونتون بدم، ولی دریاچه خیلی قشنگه. آخر ویدیو به احتمال زیاد اگه حوصله داشته باشم میرم واسهتون میندازم. اینجا که دارن فوتبال بازی میکنن و هیچی. فعلا باید یک 4 ثانیه وایسیم. خیلی هم اینجا اوکی بچه تایم رسید. ما میتونیم هنوز اول سلام. نکنم از این ور، فقط هم از این ور رفتن دیگه. ما هم از این ور میریم ببینیم کجا هم. به نظر میزنم اینجا آجی قایم میشیم. حسین الان میان. بعد برای همه اونم یه دور اتفاق میفته. یا مثلا $5 دادن اشتباهی رخ داده بود. اون 5 دقیقه رو نذاشته بودیم، الان گذاشتیمش 3 دقیقه که حق نخورده باشیم. یعنی مثلا الان اون باید دنبال ما بگرده تو 3 دقیقه یه دقیقه وایسیم. سمت راست اونجا جای خوبیه. بیا یله آجی سمت راست. اوکی باشه. ما رو سریع پیدا فکر کردم حسین آجی. یو اول فصل دست چپم سخت و شلوارم خاکی کردم. دیدمشون. دیدمتون. وایسا پیدات کردم. وایسا. به نظرم بریم بالای پل. پیدامون کرد. پشت سرم کثافت دروغگو. بیا با آرامش بیا حاجی. پیدا کرد. دقیقا همین الان سر 5 دقیقه شد که پیدا کردم. شد شانس ما. بسوز. چطوری اسدی علی؟ بدبخت یکم آروم بیا. خجالت بگیر. چون الان تایمه رو زدیم و دادیم دست پاسا داد میره موقعیت. داشتم بد میفتم. چی بود دسته همین دنبالش. نیما بیا. نیما بیا. همین الان پاس هست. خودمون رد شد ما رو ندید. گو بیا بریم نشون ببینیمش. بچه با پاس رد شد ما رو ندید. بچه همین الان پاس هست چرا رد شد. دیده نمیشه تو تصویر. همین الان رد شد و ما رو ندید. نمی‌کنم ویدیو اولمون اینقدر خفن شده باشه. شاید 1000 تا ویو تو آپاراتم بخوره من راضیم. بیا تو ویدیو بشه این باید میشه باشه. بچه‌ها تو برنده مسابقه رو می‌بینین. تو دلقک چه وقت نمیتونه پیدامون کنه. اومدیم یک جایی.
سر من این موضوع دارن. خب منم پشت سرشون میام. نه نمیتونی بیای. اون 2 دقیقه رو برعکس بری. اینا هم باید ادیت بزنی. ها؟ اون 2 دقیقه رو با برعکس بری. بعد تمامش. خب میریم واسه اینکه نیما بیفته دنبال ما. خب من الان باید برم. خب میریم یه جاست وای میستیم. خب تقلب کنم ولی تقلب نکنیم بهتر. خوبه بس میریم همین 2 دقیقه میریم. Let's go to the خب بچه اونا الان نمیدونم من چی کنم. همین چند ثانیه پیش از جاشون رفتم. خب کم کم بایستا نیفتاد تو ویدیو. بریم اینجا خوب قایم بشیم ببینیم نیما میتونه ما رو پیدا کنه یا نه. سمت راست اوکی یه جا اشکال نداره. بیا همین پایین داره بابا. خب بعد بیا بعد بیا ما نیومده آجی خیلی نزدیکیم بهش. یا چرخ سایده امروز این واسه چیه؟ چی بوده اینجا؟ خب بذارم این لامه. همینجا من خودم هم میشنم همینجا پیش درخت جونم. پارسا چرخ تو دیده چی بشکنه ببینی یه طوری دیگه بابا نه دیگه باید ببازه. هر نفر که اول دید برنده است. تو رو فکر کنم اولتر ببین. بریم دنبالشون ببینیم میتونیم بگیریمشون یا نه. خب بچه ها با صورت بالا دارم میرم سمتشون گمشون نمیم. یه همچین جایی تو با اون مسیرش با اونجا مسیره بکن ببینیم بیاد سیپیز حرف زیاد نمیدونم حرف اون برنده بشه اینجا بود داره. بخشیده که صدای کم باددار میفته. من چیکار کنیم؟ من با سرعت میرم. بچه باید اینجاها رو خوب نگاه کنم. جان نگاه کنید ببینید کسی نمیبینید. نه کسی اوه الان نزدیک بود بریم توی اینا. خب بچه ها اینگوری نمیتونیم پیداشون کنیم. فقط خدا کن تو مسیر باشن. باد میزنه خراب. بچه من فکر کنم از اینجا رفتن. حالا نمیدونم از اینجا برم یا از اینجا میرم. از اینجا میرم پیداشون کنم. یالا شما اینجا نگاه کنید شاید کسی پیدا شد. تا وقت هم منظره لذت یک منظره خوبی داره و چرا اینجا خیلی سرده. بعد یک چیزی میپوشیدیم واقعا سرده. الجامع وين مسجد بيت الصلاة؟ چه میدونم بابا عرب بود بچه ویدیو داده هیچ که نمیشه برنه با چیزی گفت. خب بچه من اوه بچه اینا رو پیدا نکردم من بریم سیوم بیفته اما کج مغز رو نگاه درست بگی بیا اینجوری گوشی رو بگی جلو دوربین.
این نیما جان تایم تمام شد بیا دیگه چون اصلا یک جای دیگه قایم شدن اینجا جای پارکی صدام زدن بچه ها اینا خیلی دلغکن بچه ها اینا خیلی خودش هست نگاه کنی اینا اومدن اینجا اونا اونجا بوی سم میاد بچه ها یه بمونیم نور ویدیو رو کم میکنه یه کم دیگه یه کم دیگه آره یه کم دیگه بمونیم حاجی من گوشم خاموشم میشه سوخت به خدا یه کم دیگه بمونیم بدم یه کم دیگه بمونیم این نور لامپا رو همه رو میگیره تاریک همه الان میبینی که تاریک شده فراموش نشه سوبوسکه داریم یه ویدیوی دیگه خدا